هر بیشه گمومه بر کی خالی است شاید که پلنگ خفته باشد. هنوز سفری ما به شهر توشکن ادامه دارد و ما در یک جای خیلی نازنین و زیبای هستیم که هر نفری که با خوجند می رود اینجا حتما می دارد. شاید خوراکایش هم بولذت باشند ولی ما نخورده ایم و اون رو احساس خواهیم کرد که چگونه خواهد بود و اون رو مزهش رو خواهیم چشید. و اینجا ما با یک گروه واخوردیم که آنها هم با شهر توشکن سفر دارند برای مخلصی به دسته منتخب جهانی تاجیکستان. و پیش از همه بخوام بگویم که اینجا انورشو میرزایف هستند و صبحون که اینها هر دو هم با همراه ما با خوجند خواهند رفت و بعدا با ولی یک لحظه معذرت میخوام که دیگه داشتن همین کامera هم کمی هم دشوارتر است. خب پایان کنم یا که بالا کنم تا اینها رو خوب بیستم. بله این طرح خیلی خوب. خب نقشه ها چگونه هستند؟ سلامت باشید که شما هم اینجا هستید با هم فخردیم. ما نقشه ما اعضای همون گروه دسته که تیم 20 ساله با چمپیونات آسیا با تشکیل دادن ما در شامل هستیم. ما کمتر از حساب دیگر کارهایی که در فدراسیون بود ماندیم در دوشنبه و امروز راستی پرسیدم فکر دارم که در امروز نصیب توبگو در تشکیل میشیم و یک جای با دسته تیاری میبینیم برای بازی اولی که ما روز سوم در تشکیل میذاریم. خب تشکر. یک مرتبه باید شد که همراه بریم. ما آماده بودیم که با شما همراه باشیم. راه صحبتمون تصمیم میرفت. خب به هر چیزی نیست شما از این دسته که حالا اونجا اشتراک میکنید چرا این صورت هستید؟ انتظاری ما از دسته بچهای 20 ساله ما فقط غلبه است اما ما خوب میدونیم که گفتم ممکن است که این حیات دومی دسته 20 ساله جمهوری جهانی جمع شده است اما نو واسه اون من فکر دارم از همون بچه‌ای که در اونجا هستن بسیار بچه‌های هم از حساب بازی بسیار خوب قوی میکنن هم از حساب خاطر اونها بسیار خوب است و فکر دارم که اونها در این مسابقه خود رو نشان میدن و شرف تاجیکستان رو چقدر که توانن اونقدر بلند میبردن. خب دوستان گروهی بیهوده بعد نگفتم که هر بیشه گمون بر کی خالی است شاید که پلنگ خفته باشد و همین پلنگ ها در دسته منتخب تاجیکستان هستند که خود رو نشان میدن و ما اونجا میریم و برای آنها کفگویی بکنیم. آماده باشید.